حضرت عمر حکم برآوردند که دیگر در مدینه نبینم که کسی شیر را به آب ارارش کند. اگر کسی شیر را بر آب ارارش میکند برای او یک مجازات سخت، یک جزای سخت من چکار کردم برآوردگی هستم. عمری که پادشاه بودند، شاه بودند، از دو حصه دنیا در دست حضرت عمر بود. مثل امروزه چگونه ای که دولت روس و دولت امریکا یکی از دولت‌های پر اقتدار بود، در دوره‌های حضرت عمر دو امپریای به قوت، امپریای فارس و امپریای روم در زیر تصرف حضرت عمر بود. لیکن به زمین همین قدر شاهانه حضرت بی نهایت تواضع داشتند، بسیار شکسته حال بودند. جامه‌ای که داشتند مثل جامه ما زیبا نبود، بلکه 11 پارگی داشت. شاه بودند. 11 پارگی در جامعه حضرت عمر بود. خود میگو